محمد منصوری فرد هستم. از سال 1362 رشته‌های تاپ کاراته، کنشینکان و کیوکوشین رو فعالیت میکنم. که بتونه فکر کنه بزنه. الان کمیته نیست که با یه مکسیکامی دوباره تازه امید تو نمیچرخه. یامه سال 1385 مربی تیم ملی سبکای آزاد بودم که ضمن اعزام به مسابقات بین‌المللی هلند اون تیمم مقام اول مسابقات بین‌المللی رو به دست آورد. اون موقع در من از طرف فدراسیون کاراته به عنوان مربی تیم ملی سبکای آزاد، یعنی سبکای آزاد استعدادش که از سال 82 خورده شد تقریبا میشه گفت به ثمر نشست و با برگزاری مسابقات بین سبکا تیم منتخب قهرمانانی که توی این مسابقات مقام می آوردن به عنوان تیم ملی یا تیم منتخب سبکای آزاد کشور انتخاب می شدن. که این تیم هم با همکاری کشیان مرادی هم داشتن و واقعا زحمت کشیدن. تو اون مقطع ما تیم رو اعزام کردیم به هلند و تقریبا میشه گفت اولین اعزام تیم ملی سبکای آزاد اون بود که خوشبختانه بچه‌ها موفق شدن تو هلند هم قهرمان بشن. تیمی ما اول شدیم، خیلی خوب بود و این تقریبا میشه گفت شروع فعالیت بنده بود به عنوان اینکه خودم بتونم یه نمایندگی رو از اروپا یا از یه کشوری برای ایران کسب کنم. شاید اصلا این اتفاق برامون بیفته و تو این شرایط قرار بگیریم. نمیتونیم بگیم چون ما کیوکوشین کار میکنیم هیزاگیری نمیزن یا این تکنیکو نمیزن. اکثرا نیسرا گرفته میشه برای هیزاگیری. ببینید هیزا، این دفاع هیزا، یک پایین، دوباره ضربه چپ به همین صورت. اول فکر دفاع کردن، ضربه راست مجددا. ببینید حالا برای اینکه بتونیم ما از این گرفتن حریف خوب استفاده کنیم، دست چپتون کامل میاد داخل، از داخل دو دست راستتون از بیرون، پاتو به زمین احتیاط. دست راست از بیرون دستش. الان آقا مهدی هر چقدر بخواد فشار بیاره به من هیزاگیری بزنه، ببینید اینجا خودش گیر میکنه. راحت ضربه تو پهلوش خالی. بعد از بازگشت از هلند و کسب به قول معروف دریافت نمایندگی کیوکوشین کاماکورا، باب جدیدی اصلا باز شد تو سیستم کاراته من. در اینجا هم جا داره من الان چندین تا از قهرمانای خیلی خوبمون تو این کلاس دارن تمرین میکنن، از جمله آقای مصطفی منصوری که اخوی خودم هستش. مصطفی منصوری هستم، 34 سال سن دارم. از سال 70 کیوکوشین رو شروع کردم. ماشاءالله از نوجوانان و جوانان عناوین مختلف کشوری و استانی رو داشتن. آخرین اعزام برون مرزیش هم 2011 مسابقات هلند بوده که اونجا مقام سوم رو کسب کردن. در حال حاضر دانه 4 کیوکوشین رو دارم، حکم مربیگری درجه 2 ملی رو دارم. 7 سال با داداشم اختلاف سنی دارم. تو این راه داداشم خیلی کمکم کرده. تلاش‌های خودش هم بوده. یک روز در میون تمرین میکنم، روز بعدی که تمرین ندارم تدریس دارم میکنم تو پژوهشکده رویان. الانم با امید خدا این قسمت باشه برای مسابقات جهانی فرانسه که سال دیگه است، گفتم بهشون باید تلاش کنه خودشو برسونه. اگر حریف زیاد زاویه نداد به ما، زاویه چوگان خورش خوب نبود که بتونیم چوگان رو بزنیم، حتما هم ماهیگیری استفاده کنیم. الان این مسابقات که ملاحظه می‌کنیم مسابقات جهانی بوداپست، 23 تا سازمان‌های مختلف میشد گفت به نوعی سبک‌های آزاد کاراته دنیا توی این مسابقات شرکت کردن. خودم هم شرکت کردم، همونجوری که تو روزنامه هم مصاحبه کردم عنوانم کردم، گفتم واقعا مسابقات جهانی بوداپست همچون دانشگاهی بود که درس‌های بسیاری برایمون در بر داشت. این
مسابقات هم ان شاءالله سال آینده تقریبا میشه گفت دومین دوره همین مسابقات با کیفیت خیلی بالاتر قراره تو کشور فرانسه برگزار بشه که ان شاءالله ما هم در صدد هستیم که یه تیم خوب به این مسابقات اعزام کنیم. واقعا اجازه بدن بچه‌ها مخصوصا از سنین پایین‌تر، از سنین 5-6 سال 7 سال اصلا اشکال نداره. من اینو خیلی تاکید دارم از خانواده‌ها و مردم که اجازه بدن از بچه‌های خودشون تو تمام ورزش‌ها، هر ورزشی که علاقه دارن ورزششون رو ادامه بدن تا تو راه زندگیشون هم موفق باشن. بچه‌ها نیاز به شادابی دارن، نیاز به تخلیه انرژی دارن. اون 1 ساعت، 1 ساعت و نیم یک روز در میون در هفته هیچ آسیبی به درس خوندن و میشه گفت تحصیل بچه‌ها نداره. محمد منصوری فرد هستم، متولد 1350. مدال طلای مسابقات جهانی 1999 توکیو ژاپن رو دارم. مدال برنز 2004 مجددا توکیو ژاپن رو دارم. مدال طلای مسابقات بین‌المللی 2005 نپال رو دارم در رشته کنشینکان. کاراته رو از سال 1362 آغاز کردم، شروع کردم با تاپ کاراته. البته همزمان با تاپ کاراته کیوکوشین هم فعالیت داشتیم. اون موقع کیوکوشین یک پارچه بود و به نوعی میشه گفت مثل الان که سبک‌های مختلفی اومدن یا شاخه بندی شده، شاخه بندی نبود. رشته‌های سیدوکان، کیوکوشین، آشیهارا و تاپ کاراته و کیک بوکسینگ رو کار کردم. در حال حاضرم که کیوکوشین در خدمت هستم، نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین در ایران هستم. همسر یه ورزشکار بودن سخت، با توجه به این اردوها، مسابقات، کمپایی که ما میریم، واقعا همسران ورزشکارا من فکر میکنم که تعیین کننده هستن. من واقعا تاثیر خانواده ها رو تو موفقیت همه ورزشکارا میدونم، قطعی میدونم. یعنی واقعا موفقیت هر ورزشکار، همه ورزشکارا رو اگر بریم واقعا وارد زندگیشون بشیم، میبینیم در کنار موفقیت ورزشیشون قاعدتاً یه خانواده موفق، یه خانواده‌ای که همدل و همیارشون بودن هست. من همینجا جا داره واقعا از همسرم تشکر کنم و واقعا هم از زمانی که ازدواج کردم فکر میکنم به برکت این ازدواج و دعای همسرم و دعای خیر پدر و مادرم، خدا خیلی به من لطف داشته و بیشتر میشه گفت افتخاراتم و بیشتر تجربی که کسب کردم بعد از ازدواجم بوده. من برای مسابقات به اضافه 35 سال برلین، مسابقات آشیارایی بود که تو آلمان داشت برگزار میشد. شکیبا به دنیا نیامده بود، شرایط خیلی سختی هم بود واقعا. خب تنها گذاشتن همسرم تو اون شرایط، اومدم بهش گفتم که من این مسابقات رو باید برم، یعنی مسابقات آلمان رو باید شرکت کنم برم، چون برای هم نمایندگی باید میرفتم، هم برای آزمونم میرفتم، آزمون دانشجویشم. رفتم آلمان، تو این مسابقات شرکت کردم. یادم وقتی این کاپا رو دیدم، دوستان اونم بودن، گفتم من هر جوری شده چون با این سختی اومدم دوست دارم یه دونه از این کاپا رو هم تمام تلاشمو بذارم این کاپا بگیرم، اینو تقدیم دخترم کنم.
مهدی خسروی هستن که از بچه‌های خیلی خوب و سنگین وزنمون هستن. کیک بوکس هم عنواندار و مقامدارن ماشاءالله. الان هم تقریبا کیوکوشین رو شروع کردن که تو سبکای آزاد هم بتونن ان شاءالله موفق باشن. مسابقات روسیه 2012 هم شرکت کرد به عنوان بهترین فایتر اونجا شناخته شد. واقعا فایترهای خوبه که ان شاءالله میخوان برای مسابقات جهانی فرانسه آمادهش کنیم. آقای بیات هم هستن که ایشون هم که حدود الان 20 خورده ساله که دارن فعالیت میکنن رشته‌های تاپ کاراته، کنشینکان و کیوکوشین و عنوان برنز مسابقات 2000 و 2001 که ژاپن هم دارن. سیدوکان هم فعالیت کردن که بازم الان ان شاءالله ایشون هم داره برای خودش برای مسابقات فرانسه آماده میکنه که ان شاءالله بتونیم با دست و پر از مسابقات برگردیم. مهدی خسروی هستم. نزدیک 20 ساله که در هنرهای رزمی فعالیت میکنم. فرهاد بیات هستم. تقریبا مدت 20 ساله که کاراته سبکای آزاد کار میکنم. نیما فیضی هستم. 16 ساله که کیوکوشین کاراته کار میکنم. از موقعی که کاراته رو شروع کردیم خیلی علاقه داشتیم به سبکای آزاد به خاطر اینکه مبارزاتش خیلی به قول معروف هم از لحاظ تکنیکی، فکری هم قدرت بدنی خیلی بالایی میخواد. چند سالیه که در رشته کیوکوشین زیر نظر شیان منصوری و شیان مرادی تمرینات خودم رو ادامه میدم. زیر نظر اساتید بزرگی کیوکوشین کاراته دارای عناوین قهرمانی هستم داخل کشور، چندین دوره قهرمان کشور، عضو تیم ملی، قهرمان مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته، مسابقات ژاپن، قهرمان مسابقات ژاپن شدم. الانم تمرینات خودم رو زیر نظر این دو استاد بزرگوار ادامه میدم برای مسابقات جهانی فرانسه آماده بشم. در خدمت شیهان مرادی و شیهان منصوری هستیم. آماده میشیم برای مسابقات جهانی کیوکوشین کاراته. 80 و 81 مسابقات جهانی ژاپن مقام سوم و یک بار مقام چهارم کسب کردم و الان هم که داریم تمرین میکنیم برای مسابقات چند ماه آینده فرانسه که انشالله بتونیم با دست پر مسابقات خوبی برگزار کنیم و این سبک رو واقعا بتونیم بیشتر بین جوان‌ها جا بندازیم که تشویقش هم بیان انجام بدن. اگه ایشون به من ماهیگیری شلیک کنه بخوام بیام عقب دوباره ماهیگیری بعدی بالاخره یکیشو میخوره. ولی اگر تو ماهیگیری اول ببینید کامل هدف میگیره شکمو داره میتونید ببینید یه لحظه 1 2 حالا اگر هم بخوام بریم برای کانتست یا واقعا